الحمد لله مالك الملك المتنزه عن الجور والمتكبر عن الظلم المتفرد بالبقاء السامع لكل شكوى والكاشف لكل بلوى، والصلاة والسلام على من بعث بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سوره آل عمران آیه 7. ترجمه: اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه جویی و طلب تأویل آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروی می کنند، با آن که تأویلش را جز الله و کسانی که فهم عمیق در دانش دارند کسی نمی داند. آنان که می گویند ما بدان ایمان آوردیم، همه چه محکم و چه متشابه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود. یقینا زمانی که 4 تن از انقماسی های مجاهدین دولت اسلامی در 23 مارچ به فرمان الله تبارک و تعالی لبیک گفتند و قلب روسیه یعنی مسکو را هدف قرار دادند، که در نتیجه الله تعالی بسیاری از کفار محارب را به دست مجاهدین به قتل رسان و مجازاتشان کردند. طاغوت پوتین و لشکرش را رسوا ساخت و سینه گروه مؤمنین را شفا بخشید. اینجا بود که تمام کفار و مرتدین از آمریکا گرفته تا طالبان همه آمدند و این حمله مبارک را محکوم کردند و غم شریکی خود را با کفار اعلان کردند. اما هیچ یکی از این اعلامیه ها برای ما شخصا تعجب آور نبود، بلکه چیزی که ما را به تعجب آورد سخن 1 تن از مذبذبین بود که سالهاست خود را در میان موحدین جا زده و طالب العلم معرفی می کند و حتی بعضی ها را در فتنه واقع کرده و مانع جهاد و هجرتشان شده است. هرچند اسمش را نبریم همه میشناسند که درباره چه کسی حرف میزنیم، ولی باز هم باید مخاطب را واضح کرد که موصوف ابو محمد لندنی مدنی می باشد. مذکور تا مدتهای زیادی به خاطر یافتن شهرت مخالفت خود را با مجاهدین پنهان می کرد، اما زمانی که از طرف بعضی ها تاپه‌های مختلف بالایش زده شد، پس ترسش بر شهرت طلبی غلبه یافت و مخالفت خود را آهسته آهسته آشکار کرد. اما مجاهدین به وی اهمیت نداده و بار بار برای وی در آدرس‌های شخصی وی نصیحت و خیرخواهی فرستادند. بالاخره موضوع به عملیات مبارک 23 مارچ رسید که در این روز مذکور به گفت خودش بسیار مریض بود، اما باز هم این مریضیش مانع زبان درازی و مخالفت وی با مجاهدین نشد، بلکه برخاست و این عملیات مبارک را به کشتن زن و طفل و دهقان و کهنسالان تعبیر کرد و آن را فتنه و جهاد مجاهدین را جنایت و وحشت نامید و 4 شیری از شیران اسلام را جاهل، آدمکش و لشکر چنگیز معرفی نمود و علاوه بر آن به عقیده قومگرایی دعوت کرد و تمام تاجیک ها را بدون تمیز به دفاع و احترام و پذیرش یکدیگر دعوت کرد. لذا ما در رساله قبلی سخنان و دلایل وی را رد کردیم و گفتیم که ما نه بر مزارع و فارمهای حیوانات حمله کرده ایم که دهقانها را قتل کرده باشیم، نه بر کودکستان و مکتب حمله کرده ایم که اطفال را کشته باشیم و نه به زایشگاه حمله کرده ایم که زنان را کشته باشیم و نه هم بر چنین جای حمله کرده ایم که در آنجا کهنسالان جمع شده باشند، بلکه مکان عملیات ما واضح و برخلاف ادعا و دلایل شیخ لندنی بود که بر اساس آن عملیات مبارک را رد کرده بود. بالاخره زمانی که رساله ما نشر شد، پس الحمدلله بسیاری از موحدین حقبین آن رساله را استقبال و تایید کردند و چهره واقعی شیخ لندنی واضح‌تر گشت. لذا به جای این که مذکور از سخنان خود رجوع کند و حق را بپذیرد و در مقابل شرندیاتی که گفته بود از عناد کار نگیرد، بلکه مایل به حق شود، اما دوباره در رسانه ظاهر شد و با قهر و غصه زیادی تا آنجا که همه دانستند تاب ردیه ما را نداشت، با بسیار سخنان زشت و خلاف ادب اکثریت مخاطبین خود را دشنام میداد. ولله الحمد با این عکس العملش چهره وی بیشتر آشکار شد که جز دشنام دادن جواب دیگری نداشت و علاوه بر آن سؤالها و تلبیسهای زیاد دیگری را نیز ارائه کرد و زمانی که برادران ما می‌خواستند شبهات وی را پاسخ گویند،
مذکور اجازه سخن گفتن را نمیداد، بلکه همواره جاهل و احمق گفته هر یکی را دشنام داده و از لایف بیرون میکرد. به همین علت برای این که شبهات وی باقی نمانده و پاسخش را ارائه کنیم، خواستم رساله دومی را نیز در رد وی بنویسم که در این رساله به بعضی از شبهات وی پاسخ خواهیم داد به اذن الله تعالی. و اگر از مخالفت حق دست بر ندارد، ان شاء الله ما در بیان و دفاع از حق هیچ گاهی هم خسته نخواهیم شد و به این سلسله ادامه میدهیم ان شاء الله. شیخ لندنی در این سخنرانی خود دوباره بر تهمت‌های خود پافشاری کرد و عملیات مجاهدین را در مسکو حمله بر زن و طفل و دهقان تعبیر کرد و همین دلایل را نیز از منع کشتن طفل و زن و دهقان بیان کرد. اما چنان که ما قبلا نیز رد کردیم که ما اطفال و زنان و دهقانان و ریش سفیدان را نکشته ایم، اگرچه این کار صورتهای مختلفی دارد که در یک صورت آن زمانی که زنهای کفار در جنگ شریک باشند کشته میشوند، طوری که در مسکو کشتیم. الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم در صورت عادی کشتن زنان و اطفال کفار را حرام قرار داده‌اند. اما زمانی که کفار چنین تعدی‌ها را انجام می‌دهند، پس الله متعال نیز به عین شکل اجازه می‌دهد تا همان گونه که آنها عمل انجام داده‌اند ما نیز انجام دهیم. به گونه مثال این یک امر غیر قابل انکار است که روسیه زنان و اطفال مسلمانان را نکشته باشد. حتی خود شیخ لندنی نیز این را تایید کرد که روسیه زنان و اطفال مسلمانان را در افغانستان و سوریه و دیگر جاها فجیعانه و بدون تمیز به قتل رسانده است و آنها هرگز از این کار خود پشیمان نشده اند و دستبردار نیستند. پس در چنین حالتی الله تعالی مسلمانان را اجازه می دهد که شما هم به همان شکل یا از آنها انتقام بگیرید و یا صبر کنید. اگر به نظر امیران جهاد نه نظر تارکان جهاد مصلحت انتقام بیشتر باشد، پس انتقام بهتر است تا اینکه کفار از چنین اعمال خود دست بردار شوند و دوباره به چنین فجایع دست نزنند. الله تعالی می فرماید و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. سوره نحل آیه 126. و هرگاه خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید و اگر شکیبایی کنید این کار برای شکیبایان بهتر است. و همچنان الله تعالی می فرماید فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. سوره بقره آیه 194. و هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید و از الله بترسید و زیاده روی ننمایید و بدانید که الله با پرهیزگاران است. و الله تعالی زمانی که خون مقتول مسلمان را در برابر مسلمان دیگر نمی بخشد، پس چگونه یک قاتل کافر بخشیده شود؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. سوره بقره آیه 178. ای کسانی که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. اما باز هم ما ادعای شیخ لندنی را رد می کنیم و می گوییم که در این عملیات هیچ طفلی کشته نشده است و اما آنچه زنان محاربین هستند. پس در این مورد از تمامی شنونده های عزیز تقاضا می کنیم که یک بار در اینترنت به اداره های دولت پوتین سر بزنید و بنگرید که آیا زنان اینها در جنگ علیه مجاهدین شریک هستند و یا خیر. یک بار به فابریکاهای سلاحسازی و گلوله سازی در روسیه در اینترنت سر بزنید و ببینید آیا همه کارمندان این فابریکاها زنان نیستند. پس از شیخ لندنی می خواهیم که در اول برای ما بیگناه بودن این خواهرخوانده های روسی خود را ثابت کند، بعداً بیاید و بگوید که کشتن زنان بیگناه کفار حرام است. وقتی زنان کفار در جنگ علیه مسلمانان شریک باشند طوری که هستند، در هر جا یافته شوند باید برایشان مجاهدین در کمین باشند و به شکل انفرادی و دست جمعی هدفشان قرار بدهند. پس هر کس از کفار و مشرکین اهل حرب در جنگ با مسلمانان شریک بود و یا حتی توانایی جنگیدن را داشت، کشتن وی جایز است. در این مورد اقوال زیادی از سلف و خلف وجود دارد که چندی از آن را برایتان نقل خواهیم کرد. عمر فاروق رضی الله عنه به ابو جندل رضی الله عنه گفت یقینا اینها مشرک هستند و خون اینها همانند خون سگ است. رواه البیهقی و احمد. امام قرطبی می فرماید هرگاه مسلمان با کافری که عهد نداشته باشد روبرو شود کشتنش جایز است. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 388. ابن کثیر رحمه الله می فرماید
ابن جریر اجماع را نقل کرده است که کشتن مشرک اگر کدام مسلمان برایش امان نداده باشد جایز است، هرچند جلوی در کعبه و بیت المقدس باشد. تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 6. امام نووی رحمه الله می فرماید کافری که عهد و امان نداشته باشد اگر به هر دین باشد کشتن وی تاوانی ندارد. روضة الطالبین جلد 9 صفحه 259. ابن مفلح می فرماید بر کشتن کافری که امان نداشته باشد دیت و کفاره واجب نمی شود، چون کفار به گونه مطلق همانند خنزیر مباح الدم هستند. المبدع جلد 8 صفحه 263. امام شافعی رحمه الله می فرماید الله تبارک و تعالی خون و مال کافر را مباح قرار داده است مگر اینکه جزیه بپردازد یا اینکه برای مدت معین مستأمن باشد. الام جلد 1 صفحه 264. مفسر طبری رحمه الله می گوید علما بر کشتن مشرک اجماع کرده اند اگرچه خود را از دستها و گردن بر درختان حرم آویزان کند این امان شمرده نمی شود و از کشتن نجات نمی یابد مگر اینکه کدام مسلمانی برایش امان بدهد. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 61. امام شوکانی رحمه الله می فرماید ریختاندن خون عام کفار مباح است چنان که در آیه السیف آمده است، پس خون کسانی چگونه باشد که کفار حربی هستند. السیل الجرار جلد 4 صفحه 522. کاسانی رحمه الله می فرماید اصل در کفار این است که هر کافری که توانایی جنگ با مسلمانان را داشته باشد برابر است اگر با مسلمانان جنگیده باشد یا نجنگیده باشد، پس کشتنش جایز است. بدائع الصنائع جلد 7 صفحه 101. ابو یعلا می فرماید کشتن اسیران کفار حربی و مرتدین واجب است. الاحکام السلطانیه صفحه 55. امام شوکانی رحمه الله می فرماید مشرک اگر محارب باشد یا غیر محارب باشد پس ریختاندن خونش مباح است تا زمانی که مشرک باشد. السیل الجرار جلد 4. پس این فتوای علماء سلف و خلف در مورد کشتن کفار است و برای مسلمان فقط همین کافی است که عمر رضی الله عنه گفته است اینها مشرکین هستند و خونشان همانند خون سگ است. این حکم شریعت است که کثیری از تربیه شدگان آل سلول از این حکم شریعت بد میبرند. شیخ لندنی پرسید که به کدام دلیل در رساله قبلی من را تکفیر کرده اید؟ آیا فقط به خاطر یک مسئله فروعی دین که من گفتم کشتن زن و بچه و دهقان کفار محارب حرام است؟ در قدم اول برای وی میگوییم وقتی یک موضوع فروعی است در شریعت، تو چرا بالای موضوع فروعی در رسانه ها در ردیف کفار دنیا قرار میگیری و فریاد سر میدهی که این وحشت است، دهشت است، فتنه است؟ قربانی مجاهدین و فداکاری مجاهدین را زیر سوال میبری؟ آیا رسانه جای بیان مسائل داخلی مجاهدین و بیان بر علیه مجاهدین و یا جای بیان کردن مسائل فروعی است؟ احکام فروعی دیگر در دین نیست که تو در این روزهایی که مسئله مسکو داغ است میای بالای این موضوع رد میزنی؟ خودت که این موضوع را فروعی میگویی چی نیاز است که اینقدر درد دل خود را با روزهای سرخ بیان میکنی؟ خب اگر تو عالم هستی جهاد که اکنون فرض عین است بالایش صحبت کن یا در مورد غزه صحبت کن. پس وقتی موضوع فروعی است چه ضرورت است اکنون که تمام کفار دنیا غمگین است تو خود را غمخوار کفار قرار داده و دلایل بیجا و تکراری ذکر کردی؟ وقتی موضوع فروعی است چرا به مجاهدین تماس نگرفتی و نگفتی که این کارتان اولویت داشت یا نه و یا این کارتان اختلافی بود یا نه؟ شما به کدام قول عمل کردید؟ آیا خواستن دلیل از مجاهدین حق مجاهدین بالای تو بود یا خیر؟ که آمدی بدون چون و چرا از خود مفتی امت جور کردی و بدون این که بگویی این موضوع فروعی است صراحتاً رد کردی. اگر میگویی نکردیم پس این یقیناً همان ضرب المثلی را به یاد ما می آورد که دروغگوی حافظه ندارد و بیان اولی که کردی دوباره بشنو. وقتی میگویی موضوع فروعی بود چرا آمدی بدون این که فکر کنی در رسانه عملیات مجاهدین را رد کردی و از این فتنه‌ای که تو برپا کردی خوب میدانی که کفار استفاده میکنند و از چنین موضوعات کفار به نفع خود فایده میبرند؟ آیا موضوع فروعی به همین قسم بیان می شود و راه حلش همین گونه است؟ در شریعت حتی در صورتی که کفار مسلمانان را سپر قرار بدهند به نیت زدن کفار اما به سوی همان مسلمانان شلیک کرده می شود و کشته می شوند، چی برسد به زن و طفل کفار محارب، حالان که این زنان خودشان محارب بوده و همراه ما در جنگ هستند؟ پس چرا قتل نکنیم؟
اولا زن و طفل کشته نشده. وقتی هم که کشته شده باشد از کفار محارب و زنهای محارب کشته شده است. تو چرا دل درد شده ای؟ آیا همان روزی که علیه غزوه مبارک مسکو رد زدی یک بار به غزه سر نزدی که همان وقت هم زنان و اطفال مسلمان شهید شده و زیر آتش بمبارد ملت کفر قرار داشتند؟ آیا حق خواهرخوانده های روسیت بالایت بیشتر بود یا حق مسلمانان غزه که باید بار بار از آنها دفاع می کردی و به خاطر نصرتشان جهاد را فرض عین اعلان کرده و به عمل بالمثل با کفار دنیا در سراسر دنیا مسلمانان را تحریض می کردی؟ در تاریخ معاصر اسلام و در چند دهه گذشته هر تحالف که خلاف مسلمانان شده است در رأس آن روسیه و آمریکا قرار دارند. ای نادان و بیخبر از تاریخ، یک بار درباره بمباردهای بشار الاسد در اینترنت تحقیق کن. ببین حامی درجه یک نظام بشار کی است. بعد بیا بالای کشته شدگانشان نوحسرایی کن. برای این ادعای وی جواب دوم ما این است که نخیر، ما تو را صراحتاً تکفیر نکرده ایم. اگر به زعم خود تکفیر فکر می کنی پس ما به این خاطر تو را تکفیر نکردیم که تو تهمت وارد کردی و عملیات مبارک مجاهدین را به کشتن زن و طفل و دهقان و ریش سفیدان تعبیر کردی. هرچند از تو برای این سخنت که مجاهدین اطفال و دهقان و ریش سفیدان را کشته باشد دلیل خواستیم که نیاوردی و ثابت شد که تلبیس کرده و دروغ گفته ای. این کارت را جهالت، منافقت، غمخوار بودن با روسها، معاشخور استخبارات نام گذاشتیم و علت تکفیر تو در دو مسئله واضح است. نخست این که یکی از شعائر بزرگ دین که جهاد است و بیشتر از 8 پاره و جز در مورد آن در قرآن کریم آمده است را جنایت و وحشت نامیدی که این استهزاء به شعائر اسلام است و کفر اکبر است. تو خوب میدانی که یک طرف مجاهدین است و طرف دیگر کفار و ملحدین. یک طرف مجاهدین است که دعوای جهاد و قتل و قتال کفار را می کنند و عملا اجرا می کنند. مقابلشان دشمنان الله و رسولش و کفار ملحد و کمونیست و اشغالگران سرزمین‌های اسلامی هستند. یک طرف حامیان دین الله و مستضعفین که همان مجاهدین هستند و جهت دیگر قاتلین و بیعزت کنندگان مسلمانان قرار دارند. یک طرف کفار هستند که با توپ و طیاره بالای زنان و اطفال مسلمانان بمبارد می کنند. سوریه، عراق، ساحل و الان غرب آفریقا و جهت دیگر مجاهدین که نه توپ دارند و نه طیاره به خاطر انتقام از کفار و دشمنان مسلمین جانها و تنهای نازک خود را کباب کرده و از جان خود تیر می شوند. حالا که مجاهدین در جهاد مصروف هستند، اگر در یک کار اجتهادی در خطا نیز واقع شوند، تو حق نداری که به سبب یک خطاشان جهادشان را وحشت، فتنه و دهشت نامگذاری کنی. و اصلا تو کی و چه کاره هستی که میایی در حق مجاهدین زبان درازی میکنی؟ تو در کدام جبهه علیه کدام کافر دنیا اسلحه به دست و زیر طیاره های درون و بی 52 کدام مملکت قرار داری که بعداً میایی بالای عملیات مجاهدین اعتراض کرده و رد میکنی؟ تو تارک جهاد و مخالف جهاد هستی. اگر ما هر چیز هستیم تو از خود بگو که زیر تهدید و فشار کدام کافر دنیا قرار داری. بله، اگر تو مخالف کفار می بودی مثل امروز علنی و بدون هیچ خطری تمام روز در میدیا نمی چریدی. 2 روز مجاهد بینام و نشان بیاید در میدیا صحبت کند، فردا زیر تعقیب قرار می گیرد. این تو هستی که نانت گرم و دلت بیغم می آیی و در مسائل بحث می کنی که اصلا ذهنت هم به او مسائل نمی رسد و نه تو لیاقت آن را داری. تو امثالت را الله متعال به قعود در خانه امر کرده است. فقعدوا مع الخالفین. در فقعدوا صیغه امر است. به تو امر است که وقتی تارک جهاد بودی در جایت بشین. کارهای سیاسرها را که ظرف شستن و دیگ کردن است به دور از زنان مجاهده و غیرتی که سر هزار همچو تو شرف دارند. پس در مسائل خانه و دیگ و نان پختن مشوره بده. علیه مسائل علیای امت که خود در آن واقع نیستی دست درازی نکن. کسی هم که زبان و یا دست درازی کرده از اکثریتشان زیر خاک رفتن. اما تو کوشش نکن که در مخالفت حق و مخالفت مجاهدین کشته شوی. فکر نکن مجاهدین بیخبر از حال امثال تو هستند. طرفداری از روسیه کردی و برادران مجاهد ما که امروز هم زیر ظلم روسیه هستند را توهین و تحقیر کردی. قسم به الله دلهای تک تک مجاهدین با این عملت بالایت پر است و مجاهدین را با این عمل ناروا و طرفداری از روسهای ملحد خفه و آزرده ساخته ای و قربانی های مجاهدین خصوصا 4 تن از اولیاء الله را وحشت و فتنه خطاب کردی که ما یک تار موی هر یک از آنها را از 1000 همچو تو قائدین از جهاد بهتر می‌دانیم و کسی هم که در حقشان زبان درازی کند زبانش را به توفیق الله قطع می‌کنیم. و هنوز هم شیرانی از برادران آنان زنده هستند که پادشاهان را در بستر خوابشان به قتل رسانده و به سزایشان میرسانند.
کسانی که حتی به شوخی به شعایر دین الله متعال استهزا کنند، آنها را الله متعال کافر گفته است. چی برسد به کسی که به جهاد مجاهدین القابی که از طرف کفار دنیا زمزمه می شود او را نسبت بدهد و جهاد را وحشت و دهشت گفته و دهها تاپه خود ساخته را نیز به آن بچسباند. لشکر جهاد را لشکر چنگیز نام بگذاری، مجاهدین را آدم کش بنامی و بعد از ما توقع داری برایت صاحب بگوییم؟ تو یک بار به همین قولت بنگر، آیا چنگیز مسلمان بود که تو 4 مجاهد را به وی مقایسه کردی؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سوره توبه آیه 65 و 66. و اگر از آنها بپرسی چرا این اعمال خلاف را انجام دادید، میگویند ما بازی و شوخی میکردیم. بگو آیا الله و آیات او و پیامبرش را مسخره میکردید؟ بگو عذرخواهی نکنید که بیهوده است، چرا که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید. و دلیل دوم از کفر آشکار تو دعوت به همدیگر پذیری میان تاجیکان کمونیست، صوفی ها و موحدین است که گفتی هرچند با همدیگر مخالف نظر هستیم باید یکدیگر را بپذیریم و احترام کنیم، که این سخن تو ناقض ولاء و براء است، که این سخن را بار بار ذکر کرده و حتی بیشتر تفصیل دادی و در فکر دریافت سیاستمدار که غمخوار همه تاجیک ها باشد شدی. الله تعالی می فرماید: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. قومی را نیابی که به الله و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با الله و رسولش مخالفت کرده اند، هرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند. در دل اینهاست که الله ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر درختان آن جوی‌های روان است در می آورد. همیشه در آنجا ماندگارند. الله از ایشان خوشنود و آنها از او خوشنودند. اینانن حزب الله، آری حزب الله از کرستگارند. شیخ لندنی در سؤال دیگر که اجازه جوابش را به کسی نمیداد میپرسید: چرا شما مصلحت 2 میلیون مسلمانانی که در روسیه پناهنده شده اند و با امنیت زندگی میکنند را در نظر نگرفتید، در حالی که آهسته آهسته توحید در میان آنها در حال گسترش بود؟ این کار خود را از نظر شریعت چگونه میبینید؟ در اینجا خیلی آشکار تلبیس کردی و دفاع از برادرخوانده های روسیت کردی و این را نگفتی که روس‌ها در حقیقت سرزمین‌های اسلامی را مثل داغستان، چچن و قفقاز و دیگر سرزمین‌های اسلامی را اشغال کرده اند. هویت این سرزمین‌های اسلامی را از بین بردند. باید میگفت این 2 میلیون پناهنده نه، بلکه روس‌ها اینها را در سرزمینشان زندانی و اسیر ساخته اند. زمینشان را اشغال کرده اند، دینشان را به گروگان گرفته و زندانها را از جوانان و زنانشان پر ساخته اند، که در صورت اشغال بهترین عمل و راه حل جهاد است، که در حقیقت برای این مسلمانان اسیر شده در سرزمین‌های خیش مجاهدین در عمل نشان دادند که این طور اشغالگران را به قتل برسانید. اگر چند میلیون مسلمان پناهنده است، اینها از کجا هستند؟ از ممالک اسلامی آمدن اینجا اقامت دارند. اگر اینها بروند در ممالک خیش، آیا آنجا خوبتر و بهتر از اینجا توحید را یاد گرفته نمیتوانند؟ آیا در دارالکفر پناهندگی درست است؟ تا زمانی که به قوانینشان احترام نکنی و قوانینشان را قبول نکنی و تابعیت مملکتشان را نگیری، کجا برای تو پناهندگی میدهند؟ خب این لندنی مقصد احکام مهم اسلام را میخواهد به نوع تحریف کند. اما جواب دوم ما برای وی این است که آیا در قتال و جنگ با کفار دین را خوب میدانند یا در اقامت در دیار کفار مانند تو لندنی؟ بله، دین محمدی را در صورت قتال و کشتن کفار خوب میدانند و یاد میگیرند. جهاد در حقیقت توحید عملی است. هم به زبان برایشان مجاهدین میگویند و هم دشمنی با کفر را عملی برایشان نشان میدهند که این گونه کفار کشته میشوند و این گونه انتقام گرفته میشود. این گونه محبت الله متعال و جنتش به یاد مردم میآید. این گونه مردم شجاعت و غیرت را یاد میگیرند. این گونه مردم از قربانی دادن در راه الله متعال خبر میشوند که این خودش دعوت است. ای جاهل بی خبر از دین!
از شرق تا غرب همه از عملیات مجاهدین خبر شدند. همه دانستند که روس‌ها سزای کارهای خود را چشیدند. همه عملی دیدند که الحمدلله مجاهدین اینقدر قدرت یافتند که کفار را در امن‌ترین مکانشان هدف قرار دادند. جهاد در حقیقت بلندگو و لادسپیکر اسلام است. جایی که صدای جهاد نباشد، صدای اسلام خاموش می شود. این تربیه شده آل سلول از این بیخبر است و می آید و می گوید 145 میلیون کافر روسی را کار نداشته باشید که اینجا 2 میلیون مسلمان است. این درمانده هیچ دلیل ندارد و هرچی به زبانش بیاید می گوید و جرأت این را ندارد که اجازه بدهد مجاهدین به وی در همان وقت جواب بدهند. از شنونده ها می پرسیم آیا جهاد در حقیقت دین را عملی نشان دادن و عقیده را برای مردم عملی آموختن است یا خیر؟ آیا دوستی و دشمنی را برای مسلمانان عملی نشان دادن است یا خیر؟ بله، اما وقتی که دینشان از دربار حکومت ها سرچشمه بگیرد، نتیجه اش تربیه شدن فرزندان ناخلف همچون شیخ دلاری است. این شخص در اصل با جهاد ضد دارد و می‌خواهد جهاد را یک عمل بد و یک عملی که هیچ کس باید صدای آن را نشنود و هیچ کس از آن خبر نشود معرفی کند. فقط همین را می‌خواهد. این شخص از جهاد نفرت دارد. جهاد را عزت نه، بلکه سبب شرمساری می‌داند. نعوذ بالله من ذلک. چطور به زبانت می‌آید که جهاد را از توحید و عقیده دور می‌کنی یا می‌خواهی به مردم عقیده مرجئه را بیاموزی، چون در آن نه جهاد است و نه دین را به شکل عملی آموختن. ببینید برادران عزیز، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار واضح پیش روی ما قرار دارد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت اعلان جهاد با مشرکین مکه می کند، پس در همان وقت تا بعد از صلح حدیبیه تعداد زیادی از مسلمانان مستضعف و غیر مستضعف در میان مشرکین مکه زندگی می کردند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز نگفت که ما با مشرکین مکه نمی جنگیم، چون در میان آنها مسلمانانی هستند و ممکن بعد از جنگ ما حالات آنها سخت‌تر شود، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها جنگید. اگرچه مشرکین بعضی از کسانی را که اسلام آورده بودند با زور و شکنجه به جنگ با مسلمانان آورده بودند که الله تعالی آنان را مکره قرار نداد، بلکه فرمود ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سوره نساء آیه 97. ترجمه: کسانی که فرشتگان قبض ارواح روح آنها را گرفتند در حالی که به خویشتن ستم کرده بودند، با آنها گفتند شما در چه حالی بودید و چرا با اینکه مسلمان بودید در صف کفار جای داشتید؟ گفتند ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند مگر سرزمین الله پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ آنها عذری نداشتند و جایگاهشان جهنم است و سرانجام بدی دارند. پس خلاصه این که این شبهه شیخ لندنی نیز باطل بوده و دعوت وی جز برای تعطیل جهاد و گمراه کردن مردم چیز دیگری نیست، بلکه چنین کشورهای محارب باید سخت‌تر از دیروز تحت حملات قرار بگیرند تا پند گرفته و بدانند که حالا نیز در میان امت اسلامی هستند جوانانی که می توانند در مورد جنایت کفار با آنها حسابی کنند. جواب سوم ما برای این سخن مذکور میگوییم که مصلحت آن است که اوامر شریعت در آن مد نظر گرفته شود، نه خواهش نفس. الله تعالی در آیات مکرر میفرماید که قاتلوا قاتلوا قاتلوا. پس همین مصلحت است، نه خواهش نفس تو، که همانند عبدالله ابن سلول میگوید که نه خیر، نباید کفار در سرزمین‌هایشان کشته شوند. اگر به زعم باطل و فاسد تو به خاطر چند میلیون مسلمان باید علیه روسیه حمله نشود، پس آمریکا و اروپا مقدمتر از روسیه هستند که بالایشان نباید حمله صورت بگیرد. پس آمریکا و اروپا مقدمتر از روسیه هستند که بالایشان نباید حمله صورت بگیرد، چون مسلمانان در آمریکا و اروپا بیشتر از روسیه هستند و در اروپا نیز تقریباً 20 میلیون و در آمریکا تقریباً 4 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و سرعت گسترش توحید در آن کشورها چندین مراتب بیشتر از روسیه است. پس آیا این سخن تو دلیل توقف جهاد در روسیه شده میتواند؟ اگر به خواهش نفس تو عمل شود، پس قبل از روسیه جهاد را باید با آمریکا و اروپا تعطیل کرد و پس از آن جهاد را با مرتدین نیز تعطیل کرد که تحت نظامهایشان مسلمانان بیشتری نسبت به روسیه و آمریکا در آن زندگی میکنند، که نتیجه سخن تو جز تعطیل جهاد چیز دیگری نیست. و تعطیل جهاد توسط یک دولت و یک نظام ذی قوه کفر است و دعوت تو نیز به همین است.
انا لله و انا الیه راجعون. عجیب منطقی دارد این شیخ سلولی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من بیزار هستم از مسلمانی که در بین مشرکین زندگی می کند، اما این لندنی می آید و به خاطر این مسلمانان سرسخت‌ترین دشمنان الله را از جهاد علیهشان مستثنا می سازد. عجیب شیطان گنگی است. اسلام دار را به دو بخش تقسیم می کند، دارالاسلام و دارالکفر. در دارالکفر بودن اصلا درست نیست. خون مسلمان هدر است، به خاطر اینکه کفار در قتل عام مسلمانان شریک هستند و هر وقت هر طوری که مسلمانان قادر شدند و کفار را در دارالکفرشان هدف قرار دادند، اگر خون مسلمانی ریخت این نیز هدر است. این قاعده شریعت است. اما این تربیه شده آل سلول را ببینید که چگونه مسائل شرعی را خلط می کند. شیخ لندنی در شبهه دیگر می گوید که این در کجای شریعت است که امرای جهاد در یک کنج دنیا یا در افغانستان باشند و فقط 4 تن از انقماسی های خود را به دارالکفر بفرستند و بگویند که در آنجا کفار را بکشید، در حالی که 4 نفر هیچ جای را فتح کرده نمی توانند. در جواب این شبهه اش می گویم وقتی کسی در جهاد وقت تیر نکرده باشد، در چوکی های نرم و چرخکدار بزرگ شده باشد، کجا از ترتیب ها و نظم جهاد خبر می باشد؟ این جاهل از جنگ های جبهه‌ای و جنگ های چریکی کجا خبر است؟ خب تو برای ما مردود بودن همین کار مجاهدین را بیان کن. وقتی رد میکنی دلیل بیاور. به کدام دلیل رد میکنی؟ ان شاء الله تا روز قیامت دلیل آورده نمیتوانی، ولو از آل سلول گرفته تا علماء درباری دیگر کمک بگیری. 10 سال از اعلان خلافت می شود و بیشتر از 22 سال می شود که برای این خلافت خون ریختانده می شود و در همین مدت جنگ روان است. تو چرا در این مدت نگفتی که کارهای شریکی درست نیست، باید جنگ جبهه‌ای باشد؟ اما وقتی روس‌ها کسانی که روبلشان را به مصرف میرسانی کشته شدند، بیدار شده و این شبهه را پیش کردی، یا این که از معاشت کم کردند که دردش یادت نمی رود. برای این بیخبر از دین از نظم جهاد میگوییم. هر وقت مجاهدین عملیات را به خاطر فتح طرح نمی کنند. هر عملیات هدفی دارد. یکی هدفش فتح است و دیگری مقصد و هدفش کشتن کتله زیادی از کفار است. یکی هدفش رعب انداختن در دل کفار است و دیگری هدفش مال و اقتصاد دشمن را ضربه زدن است و دیگری هدفش غنایم را جمع کردن است. اما به تو در ابتدا گفتیم که تارکین جهاد کارشان در خانه با زنها نشستن است و در مسئله دیگ و پخت و پز مشورت را بده. در مسائل علیای امت صحبت نکن که دیگر هم خود را رسوا می سازی. همان صوفی هایی که تا امروز علیهشان بودی شاید بالایت خنده کنند. ای جاهل، در بدر کجا فتح شد؟ در احد کجا فتح شد؟ در حنین کجا فتح شد؟ در تبوک کجا فتح شد؟ در 10 سریه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روان کردند کجا فتح شده است؟ گاهی یک گروه را رسول الله صلی الله علیه و سلم تشکیل و روان کرده اند که جنگ شده و یا نشده است و دوباره به مدینه آمده اند و بعضی از گروه ها را روان کرده اند که در راه شهید شده اند. در جهاد فتح کردن را کی شرط گذاشته است؟ این جنگ های مجاهدین مقدمه ای است برای جنگ های جبهه‌ای. این کارها را مجاهدین می کنند تا مسلمانان بیخبر از جهاد خبر شده به کاروان مجاهدین یکجا شوند که بعداً لشکر علیه کفار منظم کنیم. اما تو مزدور تربیه شده می خواهی از این هدف مجاهدین بکاهی و به نفع کفار تبلیغات را شروع کردی. امثال تو درباری ها کجا مجاهدین را میگذارند که لشکر منظم و جور کنند؟ تو کی را و چند نفر را به صف جهاد روان کردی که فردا صف جور شود؟ تو جاهل، فتح به چی میگویی؟ همین فتح است که مجاهدین بالای یک لشکر از کفار حاکم شدند، از تیغ تیرشان کرده و مردارشان کردند. اگر هنوز هم در عالم جهالت و توهم به سر میبری، این فرموده الله متعال را بشنو. الله رب العالمین میفرماید با کسانی که در جنگ هستید بالایشان شدت کنید تا تذکری باشد به کسانی که در عقبشان قرار دارند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. سوره انفال آیه 57. ترجمه: پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی، با عقوبت آنان کسانی را که در پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت بگیرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر ترور کفار بار بار صحابه را روان کردند. نمونه علنیش ترور و قتل کعب ابن اشرف بود. و از این نیز معلوم می شود که جهاد مجاهدین صرف شامل جنگ‌های جبهه‌ای نیست، بلکه به شکل شریکی نیز تشکیلات صحابه کرام صورت گرفته است. به خاطر سربریدن ابو رافع یهودی، رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی را روان کردند و به قتلش رساند در حالی که هیچ جا فتح نشد. الله متعال می فرماید دشمنان دین الله را هر کجا یافتید بکشید، اسیر کنید، در کمینگاه ها برایشان بنشینید،
حکمش عام است و در هر جا، یعنی دارالکفر روسیه وطن باداران تو نیز شامل است. فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم، بگیرید و بکشید هر جا که یافتید. فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، بگیرید و بکشید هر کجا که یافتید. مفسرین در تفسیر آیت می نویسند که در زمین خودشان و در زمین غیر خودشان، در هر جای از زمین الله که می توانید قتلشان کرده و برایشان ضربه بزنید. الله متعال در سوره بقره آیه 191 می فرماید: هر کجا که آنان یعنی کافران را یافتید بکشید و از آن جایی که شما را بیرون کرده اند بیرونشان کنید. امام طبری رحمه الله در تفسیر این آیت می نویسد: ای مؤمنان، از مشرکین آن کسانی را که با شما در جنگ است بکشید. هر کجا افراد محارب آنان را یافتید و قدرت قتلش را داشتید بکشید و به این روش جنگ با آنها جایز است تا زمانی که با مسلمانان می جنگند. در سوره نساء آیه 91 الله متعال می فرماید: آنان را بگیرید و بکشید هر جایی که یافتید. در تفسیر این آیت مفسرین می نویسند: در هر جایی از زمین که آنها را یافتید و روبرو شدید بکشید، چون خونهایشان در این وقت برایتان حلال است. در جای دیگر الله متعال می فرماید: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. سوره توبه آیه 5. پس چون ماهای حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. پس میگوییم تمام این مسائل در شریعت وجود دارد، اما این تو هستی که با تلبیس‌های شیطانیت می‌خواهی مردم را فریب بدهی. پس این 4 تن از مجاهدینی که در میان کفار داخل شده و آنها را به قتل رسانیدند، این عمل خلاف شریعت نه، بلکه عین شریعت و لبیک گفتن به فرمان الله تعالی است. در جای دیگر وقتی یکی از مخاطبین به شیخ لندنی میگوید که این عملیات مسکو حکم گرفتن قصاص را میگیرد، پس مذکور فوراً از قدرت سخن میگوید و طوری سخن میگوید که گویا جهاد بدون داشتن قدرت جایز نیست. میخواهیم بدانیم که آیا دولت نبوی از همان ابتدا آنقدر محکم و مقتدر بنا شد که طوفان هم نمیتوانست آن را تکان دهد و امتحانات نمیتوانست بر آن تأثیری وارد کند، یا این که با چنان آزمایش‌های دست و پنجه نرم کرد که جانها به لب رسید و برخی نسبت به نصرت الهی ناامید شده و به پروردگارشان گمانهای گوناگون نمودند؟ آیا در مدینه محصولات کشاورزی قوم پربرکت و تجارتشان پر رونق و تعداد مردانشان زیاد شد، یا برعکس مردان پیر و جوان در راه الله جان دادند و تجارتشان کساد و مزارعشان بی حاصل شد؟ آیا این دارالهجره مدینه سرزمینی با آب و هوای پاکیزه بود یا سرزمینی مملو از بیماری‌ها و کم آب بود؟ آیا سپاه و سربازان دولت نبوی از حیث تعداد و تجهیزات زیاد بودند یا چنانچه الله تعالی می فرماید: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، سوره آل عمران آیه 123. یعنی در روز جنگ بدر الله در حال شما را یاری داد که ضعیف بودید، از حیث تجهیزات و تعداد و وضعیت معیشتی در ضعف قرار داشتند. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تازه به مدینه قدم گذاشته بودند، خودش را در راستای حفاظت از جانش در برابر دشمنان خسته می نمود، تا اینکه این فرموده الله تعالی نازل شد که والله یعصمک من الناس، سوره مائده آیه 67. و الله تو را از شر مردم محفوظ خواهد داشت. در صحیح بخاری از عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت شده است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم تازه به مدینه آمده بودند، شبها بیدار می ماندند و می فرمودند کاش مرد صالح از میان اصحابم مرا در هنگام شب حراست می نمود. ناگاه صدای شمشیر شنیدیم. گفت کی هستی؟ گفت من سعد ابن ابی وقاص هستم، آمدم تا از شما محافظت نمایم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم طوری به خواب عمیق فرو رفت و در روایت دیگر طوری به خواب رفتند که صدای خروپف ایشان هم به گوش می رسید. این بود حالت دولت نبوی که از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا آخرین صحابی طوری آماده هستند که هر لحظه در فکر حمله دشمن هستند. در قرآن کریم حتی در وقت حمله به دشمن و یا ترس از دشمن نماز خوف را الله متعال ذکر می کند. اما این لندنی می آید ضعف را طوری جلوه می دهد که در آن وقت باید هیچ کاری نشود. از این لندنی سوال می کنیم که آیا قدرت به یک بارگی از آسمان برایمان نازل می شود یا نه آهسته آهسته ساخته می شود و جور کردن قدرت های بزرگ از کارهای کوچک شروع می شود؟ برای بیشتر باطل کردن این شبهه باید گفت که از آغاز اسلام اکثریت اوقات مسلمانان دارای قوت کمتر نسبت به کفار بودند. مثلا در جنگ بدر
تعداد مسلمانان 313 تن و تعداد کفار 3 برابر بود. در جنگ احد تعداد مسلمانان حدود 700 نفر و تعداد کفار 3 یا 4 برابر بود. در جنگ خندق تعداد مسلمانان حدود 2000 و تعداد کفار حدود 5 برابر بیشتر بود و الله تعالی در قرآن کریم می فرماید: کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله والله مع الصابرین. سوره بقره آیه 249. چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان الله بر گروه‌های عظیمی پیروز شدند و الله با صابران است. همچنان در حکومت تازه تأسیس نبوی فقر مهلکی حاکم بود که به کوچک و بزرگ رحم نکرد. در صحیح بخاری ایوب از محمد نقل می کند که نزد ابو هریره بودیم که 2 لباس ملون با رنگ سرخ از جنس کتان بر تن کرده بود. آب بینیش را با کتان گرفت و گفت: به به، ابو هریره آب بینیش را با کتان میگیرد. یقینا روزی را به یاد دارم که در میان منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و حجره عایشه رضی الله عنها در حالی قرار داشتم که بیهوشی بر من طاری میشد و شخصی می آمد و پای خود را بر گردنم میگذاشت با تصور این که من دیوانه ام، در حالی که در من هیچ دیوانگی نبود و علتش جز گرسنگی چیز دیگری نبود. اینها مهمانان مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که از شدت گرسنگی و فقر مهلک مینالند و هیچ کدام چیزی ندارند. چنانچه از ابو هریره در صحیح بخاری نقل شده است که فرمود: جعفر ابن ابی طالب از بهترین مردم بود. با اینکه چیز زیادی نداشت، هر موقع به نزد ما می آمد هر چیزی که در خانه‌اش برای خوردن پیدا می کرد برای ما می آورد. حتی اگر عکه‌ای، ظرفی که در آن کره محلی درست می کنند را نزد ما می آورد و در آن چیزی نبود، آن را لیس می زدیم. ای کسی که از وضعیت زندگی و تنگی معیشت در صف جهاد شاکی هستی، کمی فکر کن که چگونه پیامبرت صلی الله علیه و سلم با گرسنگی دست و پنجه نرم کرد و اثر گرسنگی در چهرهشان هویدا بود و از شدت گرسنگی گاهی به شکم و گاهی به پشت دور می‌خوردند. وقتی اسامه از گروهی از صحابه پرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم را چه چیز شده است، آنها با شکم گرسنه گفتند از سبب گرسنگی است. هیچ کسی برای خوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی ندارد. اگر چیزی هم باشد چند تکه نان خواهد بود که تنها شایسته رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیاری از شبها را بدون اینکه چیزی بخورند به صبح میرساندند. برای این جاهل میگوییم یک بار از تاریخ دولت نبوی خود را خبر کن، ببین چگونه با مشکلات و سختی‌ها دست و پنجه نرم کرده اند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره یکی از غزوات می‌فرمایند: اگر شما چنان که باید به الله توکل کنید توکل می‌کردید، الله همان گونه که پرنده را روزی می‌دهد شما را نیز روزی می‌داد که با شکم خالی بیرون می‌شود و با شکم پر برمیگردد. این حدیث بر اصرار رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جهاد با دشمنان و به دنبال آنها رفتن با وجود وضعیت نامناسب سپاه اسلام برای نبرد صحه می‌گذارد و این اقدام نظامی رسول الله صلی الله علیه و سلم به معنای به کشتن دادن و ضایع کردن سربازان نبود، چنانچه برخی امروز این ادعاها را می‌کنند و می‌گویند که هر کس بدون تجهیزات و امکانات نظامی مناسب به نبرد با دشمن برود عملاً خودش را به کشتن داده است. بدون شک این اقدام و فعل نظامی و جهادی پیامبر صلی الله علیه و سلم حاوی پند و پیام‌های بزرگ و ارزشمندی است که تنها افرادی که جهاد کرده باشند آن را درک می‌کنند. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که فرمودند: ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم به غزوه برآمدیم و ما 6 نفر یک شتر داشتیم و آن را به نوبت سوار می‌شدیم. پاهای ما آبله زد و پایم به حدی کوفته شد که ناخن‌هایم افتاد و ما پارچه‌های پاره پاره را به پاهایمان می‌پیچیدیم. از این جهت غزوه به نام غزوه ذات الرقاع نامیده شد. نکته مهم در رابطه با این حدیث این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش گرسنگی و آسیب‌های جسمانی به دلیل بعد مسافت و کمبود غذا را با جان خریدند که آنها بدون شک در جهاد طلب قرار داشتند تا با کفار جهاد کنند و اموال آنها را به غنیمت بگیرند. پس ای بندگان الله، جهاد جهاد دفاعی چگونه خواهد بود؟ دفاع از دین، جان و ناموس، آن جهادی که علما میگویند جهاد دفع مشروط به هیچ شروطی نیست و هیچ عذر و بهانه وهمی و دروغ هم برای فرار از آن وجود ندارد. از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری از شبها را در حال سر بر بالین می نهادند که خانواده اش چیزی برای خوردن نداشتند. در اکثر اوقات نان جو می خوردند. بله، درست فهمیدید، خانواده اش همان همسران و فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی برای خوردن نداشتند.
از سلمه رضی الله عنها روایت است که فرمودند در غزوه تبوک توشه مردم تمام شد، پس آنها نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و اجازه خواستند که شترهای سواریشان را ذبح کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان اجازه فرمود. در ادامه حدیث طوری روایت است که عمر رضی الله عنه گفت که اگر شترهای سواری خود را ذبح کنیم، بعد از آن در این سفر دور و دراز چه کار خواهیم کرد؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای عمر، در میان مردم صدا بزن تا توشه های باقی مانده شان را بیاورند. پس برایش فرشی هموار شد و غذاها در آن قرار داده شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاد شدند و دعا نمودند و الله متعال در آن خیر و برکت انداخت. برای همچون تو تارک جهاد و الان منکر جهاد میگوییم. ابو بصیر رضی الله عنه کجا قدرت داشت که در مکه از دست مشرکین رفت و جبهه باز کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش فرمودند شعله ور کننده جنگ هست اگر همراهش فردی یا افرادی باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را مدح کردند و او را فرد شجاع و مرد میدان جنگ توصیف نمودند. اما وقتی کسی همانند شیخ لندنی بر کثرت ایمان بیاورد، پس نتیجه اش همین بزدلی و ترک جهاد و همچنین مانع شدن دیگران از جهاد می شود. بیایید گوشه دیگری از مصائب و مراتب دردناکتری را که دولت نبوی آن را تجربه کرد با هم مرور کنیم که عبارت است از جنگ خندق و روزهای احزاب. الله تعالی می فرماید: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سوره احزاب آیه 10 و 11. ترجمه: آنگاه که از سمت بالا و از سمت پایین بر شما تاختند، چشمها خیره شد و دلها به گلوگاه رسیده بود و به الله گمانهای گوناگون می بردید. در آنجا مؤمنان امتحان شدند و سخت تکان داده شدند. یا رب یا ذا الفضل من فوق السماء هذا الصيام خالصا هذا الظما وجلادنا الاعداء في ظلم بنا فاقسم كفورا لا يهاب الاعظم. ترجمه: ای پروردگار، ای صاحب فضل از بالای آسمان، این روزه را خالصانه برای تو میگیرم و این تشنگی را تحمل میکنم. دشمنان به ما ظلم و ستم میکنند. یا الله کمر این دشمنان کافر را بشکن که از عظمت تو ترسی ندارند. شیخ لندنی میگوید که من شما را نصیحت کردم ولی شما نصیحت مرا نپذیرفتید و به عین شک نصیحت هیچ کسی را نمیپذیرید، در حالی که صحابه یکدیگر را نصیحت کرده اند و از همدیگر ناراحت نشده اند. نخست باید به مذکور گفت که آیا تو که خود را عالم مینامی طریقه نصیحت کردن را میدانی؟ آیا نصیحت کردن ما همین است که در شبکه‌های اجتماعی لایف صحبت کنی و علیه مجاهدین زبان درازی کنی و عمل جایز و شرعی را به خاطر دفاع پوتین غیر شرعی بنامی و کشته شدن جوانان محارب را به کشتن زن و طفل و دهقان تعبیر کنی و دیگر دهها تهمت وارد کنی؟ آیا همین است نصیحت تو؟ آدم کش گفتن و چنگیز گفتن زبان نصیحت است؟ شعار مجاهدین خلافت علی منهاج النبوت است. تو آمدی این شعار مجاهدین را گفتی این منهج چنگیز است. لا حول ولا قوة الا بالله. آیا زمانی که صحابه یکدیگر را نصیحت می‌کردند همین گونه نصیحت می‌کردند؟ وقتی تو اشتباهی را در ما می‌بینی چرا مستقیم به خود ما مشکل را نمی‌رسانی، بلکه در شبکه‌های اجتماعی لایف آمده و در میان شاگردان خود علیه مجاهدین تهمت وارد می‌کنی؟ آیا زمانی که مشکل در میان ما باشد یک یا دو شاگرد تو می‌تواند آن را اصلاح کند یا خود ما؟ پس چرا آن را با ما خفیه نمیگویی در حالی که خوب میدانیم آدرس های ما را داری؟ بلکه کاری که تو میکنی این نصیحت نه، بلکه تخریب مجاهدین و صف جهاد است. این تهمت و بهتان و عمدن دلسوزی با کفار است. این نصیحت کردن نه، بلکه تقبیح کردن است. این نصیحت نه، بلکه انجام دادن وظیفه داده شده برایت است. تعجب است برایت که تو این را نصیحت میدانی. آیا ترس، شیوه و طریقه نصیحت را شریعت همین قسم بیان کرده است؟ ما اصلا نیازی به نصایح یک شخص تربیه شده آل سلول منکر الجهاد را نداریم. کاش تو خودت در صف جهاد می بودی و یا حتی فرض عین بودن جهاد را می پذیرفتی و علیه کفار فتوای جهاد می دادی، سپس ما مشوره تو را پذیرفته و با آن عمل می کردیم. خودت یک منافق و تارک جهاد هستی، دیگران را نیز به ترک جهاد نیز دعوت می کنی. مجاهدین را به نام مصلحت دعوت می دهی تا علیه روسیه حمله انجام ندهند، چون در وظیفه داده شده عقب ماندی و علیه مجاهدین آشکارا در رسانه ها زبان درازی میکنی.
پس بدان این نصیحت نه، بلکه تخریب مجاهدین و سپر قرار دادن اسم نصیحت به تهمت‌هایت است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. و چون به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، میگویند ما خود اصلاحگریم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار باشید که آنان فسادگرانند لیکن خود نمیفهمند. سوره بقره آیه 11 و 12. بلکه ما لله الحمد علما و اهل شورا داریم، والی، خلیفه و افراد دانسته تر از تو داریم که در کارهای خود از آنها مشوره طلب کنیم. در میان ما علمایی هستند که مجاهدین را همیشه نصیحت می کنند. بارها مجاهدین خواستند بالای بعضی از مراکز و مکانها حمله کنند، اما همین علما بنابر مصلحت شرعی و یا بنابر مفسده که در کار وجود داشت مجاهدین را منع کرده اند. بارها همین علما ما را به خطاهای ما متوجه کرده و از آن رجوع کرده ایم. ما نه تنها این که به سخنان علمای ربانی و خیرخواهان واقعی خود گوش داده و نصایحشان را پذیرفته ایم، بلکه حتی گهگاهی منافقین و مرتدین زمانی که بر ما انتقاد کرده اند و ما را متوجه خالیگاه و یا خطای ما کرده اند، سخن حقشان را پذیرفته ایم. پس این سخن تو باطل است که ما نصیحت کسی را نمیپذیریم. به طور یادآوری برایتان مثالی بگوییم. زمانی که سال گذشته در همین ماه مبارک رمضان مرتدین طالب در ولایت‌های مختلف بر مقرهای شهری مجاهدین حمله کردند و زنان و کودکان مجاهدین را یکسره در عملیات‌های خود قتل عام کردند که خودشان نیز به آن اقرار کردند. در این وقت مجاهدین بخش نظامی بسیار خشمگین شدند و می‌خواستند به خانه‌های مرتدین طالب حمله کنند و انتقام زن و بچه‌های مجاهدین را از زن و بچه‌های طالبان بگیرند. که بارها در این مورد از علما استفتا کردند، اما علما برادران نظامی ما را از این کار منع کردند. ما شخص را دیده از او استفتا می کنیم و نیز نصایح کسی را میپذیریم که معلوم الحال باشد، نه شخصی مذبذب و مجهول الحال همچون تو که ما را نصیحت میکنی تا در روسیه بالای محاربین حمله انجام ندهیم. این نصیحت کردن ما است و یا به مکر و حیله روسها را از ضربات مجاهدین نجات دادن. شیخ لندنی میگوید در چنین کارها و عملیاتهای بزرگ باید از علما که هدفش خودش است مشوره میگرفتید تا مصلحت و مفسده آن را برایتان بیان میکردیم و سپس همان مشوره رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه را بیان میکند که گفته بودند داخل مدینه با کفار بجنگیم یا بیرون از مدینه، که در حقیقت هدف او رد کردن و تلبیس کردن بر مردم و بد نشان دادن جنگ‌های شهری مجاهدین است که در شهرهای محاربین انجام میدهند. اول این که مشوره در بین دو یا چند امر جایز صورت میگیرد که باید فیصله به یک امر شود. از این خاطر وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بین دو امر مشوره می کند معنی هر دو جایز است و بهترش را انتخاب می کند. از این سخن هم معلوم می شود که جنگ هم داخل شهر و هم بیرون از شهر جایز است. دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابی که همراه وی در جنگ شریک بودند مشوره کرده است. تو کجا علیه کدام کفار در جنگ شریک هستی که بیاییم همراه تو درباره ترتیب‌های مجاهدین مشوره کنیم؟ تو شلیک کردن را بلد هستی و یا گاهی تفنگ را به دست گرفتی یا نه؟ سخن بعضی‌ها سر ما را مار گزیده است که بیاییم به دست خود ترتیب خود را افشا کرده و همراه تو در لایف درباره عملیات نظامی مشوره کنیم. این از عقل این تربیه شده. سوم، این تطبیقش بالای دارالاسلام است که وقتی کفار بخواهد حمله کند مجاهدین مشوره می کنند که قبل از حمله کفار بالای دارالاسلام ما حمله کنیم یا این که در سنگرهای خود باشیم و کفار را اجازه بدهیم داخل شهر شوند، بعداً دست با دست جنگ کنیم و کفار را کمین بزنیم. این جز استراتژی های نظامی می باشد و تو ابلیس صفت میای این استراتژی را بالای روسیه تطبیق می کنی و دارالکفر را با دارالاسلام خلط می کنی. یا حماقتت حد و مرزی ندارد که از ترتیب و نظم جهاد و جنگ اصلا خبر نیستی، یا زور دلار است که مجبورت کرده تا هر چیز در دهنت بیاید بیان کنی بدون اینکه ساحه تطبیق شرعیش را بفهمی. و در اخیر بار دیگر برایت میگوییم که ما افراد مشوره را میشناسیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز با عبدالله ابن سلول و کسانی که تارک جهاد بودند و مردم را نیز از جهاد منع میکردند مشوره نکرده است و نه هم مشوره آنها را پذیرفته است، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهاجرین مخلص و انصار مخلصی که هدفشان رضایت الله است مشوره گرفته است. در میان ما هم لله الحمد تاجیکان ورزیده و فهمیده هستند که مصلحت و مفسده یک عملیات را بهتر از تو میفهمند و ما از آنها مشوره گرفته ایم و نیازی به مشوره افراد مجهول الهویه و منکر الجهاد نداریم. تو یک بار ایمانت را تجدید نموده از سخنان کفری که به زبانت جاری شد رجوع کن و فرض عین بودن جهاد را قبول کن
سپس به مردم بیان کن که در عصر حاضر جهاد علیه تمام کفار و مرتدین فرض عین است. بعد از آن اگر کدام مشوره موافق شریعت داشتی خفیه با آدرس های ما بفرست، نه این که در رسانه ها هیاهو بیاندازی. بعد از آن اگر سخنت را پذیرفتیم خوب و اگر نپذیرفتیم حتما مصلحت یک کار را بهتر از تو دانسته ایم. و جواب آخر این که در مسئله جنگ شهری از الله متعال حیا نمی کنی، از نظام رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه شرمت نمی آید که تو مسکو را به مدینه تعبیر می کنی و زنان و اطفال کفار محارب را به اطفال و زنان صحابه مقایسه می کنی. سپس می گویی که جنگ شهری چنان است و چنین. آیا این جنگ شهری را ما پیشنهاد کرده ایم یا خودشان بار نخست چنین کردند؟ زمانی که مجاهدین ما در عراق و شام تمکین داشتند، همین روزهای نجس بودند که جنگ را از مرزها به داخل شهرهای مجاهدین کشیدند و خانه ها و محل بود و باش مسلمانان و مجاهدین را داخل شهرهایشان بمبارد کردند. و اگر ما بر جای حمله می کنیم دیده و دانسته و با بصیرت می کنیم، نه در مناطق تحت سیطره مرتدین و نه هم در مناطق تحت سیطره کفار اصلی، در هیچ جا کورکورانه عملیات انجام نمی دهیم. در هیچ جا اطفال و زنان را هدف تام خود و مقصد اساسی خود قرار نمی دهیم. همین جا می گوییم هر کسی اطفال و زنان را که در جنگ علیه مسلمانان شریک نباشند بدون هیچ دلیلی هدف اصلی خود قرار می دهد. ما از این کار آن شخص بیزار هستیم. اما اگر اینها به حیث سپر استفاده شده باشند و یا هدف فرعی برای رسیدن به اصل باشد، پس کشتن زنان و اطفال کفار محارب را در همچون موارد چون شیر مادر حلال می‌دانیم و در این مورد اقوال زیادی از علما وجود دارد. و از کشتن زنان کفار محارب که در جنگ شریک هستند نیز دست بردار نخواهیم شد تا آن وقت که این زنان از جنگ علیه ما دست بردارند. در رساله اولی هم برایت گفتیم که در وجود تو آتش قومیت شعله و زبانه میزند، اما در این مسئله فکر نکرده و عبرت نگرفتی، بلکه در مسند یهود نشسته و ضد کردی و دوباره به قومیت دامن زدی و تمامی افغانها را جاهل و اکثرشان را به قوم پرست و جاهل و بیادب خطاب کردی. ما در کجای رساله خود گفته بودیم که ما افغان هستیم؟ بلکه تو در بیان اولیت برادران تاجیک را توهین کردی، شجاعتشان را زیر سوال برده و ایشان را سرخم معرفی کردی. وقتی ما دفاع آنان را کردیم حال درمانده شدی و بلنگوی قومیت را باز به صدا در آوردی که شما افغانها هستید و ما را توهین کردید. تو به قومیت و شرک دعوت دادی. شرک دیگر شاخودم ندارد، بلکه همین است که گفتی باید هم دیگر پذیری داشته باشیم در حالی که اختلاف در عقیده داریم که این خود شرک در عقیده است. وقتی به قومیت و عصبیت دعوت کردی و برایت گفتیم نکن در آسیاب دشمن آب نریز، اما به جای رجوع دوباره دعوت به قومیت کردی و سخن از تاجیک و افغان یاد کردی. تو جاهل نمیدانی که علماء درباری همچون تو از هر جا و هر قوم که باشند از زیر تیغ مجاهدین تیر شده اند و مجاهدین سمت و قوم را نمیشناسند. ایاز نیازی چی شد؟ مولوی مفلح، مفتی نعمان مشرک، رحیم الله حقانی، دکتر عاطف رئیس جمعیت فساد، آنها چه شدند؟ کجا رفتن و از کدام قوم متبار بودند؟ و ده ها تن دیگر مانندشان که اعلام مجاهدین را اگر تعقیب می‌کردی می‌فهمیدی. بالای مجاهدین گمان مبشر را نکن که برایت ها و خنده کنند. موقف مجاهدین معلوم و آشکار است در مقابل هر طاغوت از هر قوم و زبان که باشد. موقفشان یکی است و از ملامتی ملامت کنندگان هراسی ندارند. و تو خیلی جرأت کردی که حمله مبارک مجاهدین را کردار چنگیز و آدمکشان نام گذاشتی. تا زمانی که از گفتارت رجوع نکنی و از این دعوت قومیت دست نگیری و باز هم علیه مسلمانان قرار بگیری، اینها دروازه هایی است که به طرف کفر باز شده است و تو در آن قدم نهادی. بهتر است که علاجت را بکنی. به داد و فغان چیزی به دستت نمی آید. صراحتا دوباره این سوالات را از تو میپرسیم که در 2 رساله تفصیل شده است. اول، آیا این سخن را نگفتی که ای جوانان تاجیک با وجود داشتن اختلاف نظر باید همدیگر پذیری داشته باشیم؟ گفتی یا نه؟ یا انکار کن یا توبه، که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت ضبط شده است، پس بهتر است توبه کنی. دوم، آیا به جهاد و قتال مجاهدین وحشت و دهشت نگفتی؟ آیا این عمل مجاهدین را فتنه و حرام نگفتی؟ یا انکار کن یا توبه، که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت ضبط شده است، پس بهتر است که رجوع کنی. سوم، آیا جوانان تاجیک را توهین و تحقیر نکردی؟ ایشان را زن صفت و سرخم معرفی نکردی؟ یا انکار کن و یا توبه، که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت موجود است. چهارم، آیا شریعت الله را تحریف نکردی که در 2 رساله برایت توضیح دادیم؟ یا انکار کن یا توبه، که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت ضبط شده است. پنجم،
آیا نگفتی که علماء ریش سفید تاجیکستان به درد نمیخورند و همه میدانند که این علما درباری هستند و گفتی به جای آنها به ما رجوع کنید؟ این خواستن دربار رحمانوف است یا خیر؟ یا انکار کن یا توبه که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت همه جا ضبط شده است. ششم، آیا نگفتی که هیچ کس نیست تا صدا از همه تاجیک ها بزند، نه عالم و نه سیاستمدار، و خوب میدانی که امروز جوانان حق رفتن به مسجد را ندارند؟ کجا از سیاستمدار مسلمان و موحد و هدفت همین سکولرها بودند که تو ذکر کردی؟ پس یا انکار کن یا توبه که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت موجود است. هفتم، آیا کتمان از شریعت نکردی و حدیث منع کشتن زنان و دهقان را نیاوردی بر بالای جوانان کفار محارب و زنان محارب آنان تطبیق نکردی؟ یا انکار کن یا توبه که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت نزدمان ضبط است. هشتم، بالای مجاهدین دهها تهمت را بسته کردی یا نه؟ دهها دشنام و الفاظ بد را بر علیه مجاهدین استعمال کردی یا نه؟ جاهل، نادان، استفاده جو و دهها لقب دیگر به مجاهدین دادی یا نه؟ تروریست گفته و عملیات کرمان ایران را رد کرده و تروریستی گفتی یا نه؟ یا انکار کن یا توبه که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت موجود است. نهم، در بیان اول و هم در بیان دوم بار بار از صدر اسلام و نظام اسلامی دلیل آوردی، بعداً تطبیقش را بالای نظام کفری و نظام پوتین کردی. یا انکار کن یا توبه که انکار کرده نمیتوانی چون صدایت موجود است. این را علنی و آشکارا تو انتخاب کردی و در میدیا علنی رد کردی تا علنی رجوع نکنی و از خطا خود بر نگردی. در تاریخ اسلام به نام مدافع و غمخوار روس‌های ملحد ثبت میشوی. پس به این سوالات مجاهدین جواب بده، بعداً دلایل بیشتر در رد بر سخنان جاهلانه ات برایت ذکر خواهیم کرد. به توفیق الله.